سلام دوستان عزیز. قرار بود من در رابطه با اون ادامه شعار ما آریایی هستیم، ما عرب نمیپرستیم، در رابطه با گوبینو صحبت بکنم. 2 حلقه دیگه شما از من طلبکارید، 2 درس گفتار و خواهم گفت خدمتتون. منتها اتفاقی که تو این هفته افتاد این سخنان بیژن عبدالکریمیه که خیلی نارواست و خیلی بی انصافیه و نشون دهنده، یعنی همونجوری که گفتم مقاله من نوشتم ادب مرد به از دولت اوست که خوشبختانه خیلی خوب منتشر شد، خیلی خوب بازخورد خیلی خوبی داشت. یه مطلب دیگه است، من دیروز پنجشنبه 25 رفتم نمایشگاه کتاب، خواستم ببینم که خیلی 5-6 سال من نرفتم، از قبل از کرونا نرفتم نمایشگاه کتاب، خواستم در رابطه با کتاب خودم ببینم که این دو قرن سکوت افسانه یا واقعیت که نقد کتاب زرینکوبه. اونجا دیدم خانمی بود بعد از اینکه فهمید من نویسنده کتاب هستم گفت که آقای دکتر خانمی هست که اینجا تمایلات ایرانگرایی داره، خود شما رو ببین با شما کار داره. گفتم کوش؟ گفت که میاد. من رفتم دوری زدم و برگشتم. خود این خانمی گفت که شروع کرد بدگویی کردن از، گفت منم ملاحظاتی دارم. گفتم بفرمایید. گفت که ما از اسلام خیلی ضربه خوردیم. شروع کرد بدگویی کردن از اسلام. گفتم خانم شما کتاب منو خوندید؟ گفت نه. گفت آخه گفتم خب بچه تو اظهار نظر میکنی؟ گفت آخه زرینکوب انسان بزرگی بود. گفتم انسان بزرگی باشه، خدا که نیست، پیامبر که نیست، مقدس که نیست. خب یه دفعه اون خانمه اومد، اون خانمه شروع کرد اونم بدگویی کردن. گفت که شما رگ عربیتتون گل کرده. گفتم شما کارتون چیه؟ گفت که اون خانم اولیه که داستان نویسه. این خانم گفت من ویراستارم توی این مؤسسه. گفتم خب اشکالتون، گفت شما رگ عربیتتون اینجا گل کرده. گفتم میشه توضیح بدید؟ گفت من اولی کتاب نگاه کردم شما گفتید که زرینکوب اینجا به عرب بد گفته، وسط کتاب نگاه کردم دیدم شما گفتید به عرب بد گفته، آخر کتاب نگاه کردم دیدم شما گفتید به عرب بد گفته. گفتم شما دو قرن سکوت رو خوندید؟ دیدم سکوت اختیار کرد. گفتم کتاب منو خوندید؟ گفت نه. گفتم به این میگن رگ عربیت؟ گفت که آخه، گفتم علتش شما میدونید که زرینکوب از اولی کتاب تا آخر کتاب دو فحش و دشنام و ناسزا گفته به عرب. شما بیاید خودم کتاب منو بخونید، هر جا ایرادی بود به من بگید، به من بگید اینجا درست نگفتید، اینجا دروغ گفتید، اینجا تحریف کردید، اینجا جعل داشتید، اینجا سندتون معتبر نیست. گفت شعرم داره میخونه. گفتم خب. بعد دیدم که تو موبایلش گشت یه شعری از فردوسی در بود که بدگویی شروع کرد، قبل از این شروع کرد بد و بیرا گفتن از اسلام که این عربا اسلام رو ما تحمیل کردن، خیلی بد گفت از اسلام. بعد گفتم خب من ربطی به من نداره، شما از اسلام بد میگی، چه ارتباطی به من داره؟ نه کتاب من در رابطه با اسلامه، من یک کتاب تاریخی نوشته شده راجعش اظهار نظر کردم. بعد دیدم که موبایلش در بود یه شعری از فردوسی در بود که بدگویی کردن از عرب بود. گفتم اولا اگه این شعر از فردوسی اینا درست نیست، فحش، دشنامه و عین نجات پرستیه. اگه از فردوسی صراحتا بهتون بگم عین نجات پرستیه. دوما فردوسی مسلمان بود، شما که میگید من ضد اسلامم. سوال اصلا چه ربطی به من داره؟ ربطی به من نداره. اگه فردوسی بد گفتی از عرب ربطی به کتاب من نداره. بعد اون خانمه اومد که نویسن، ناشرم همین موقع اومد، ناشر که رفته بود نماز بخونه. در روز اونا صحبت شد، گفتم که شما اگر یه نویسنده ترک، یه نویسنده آمریکایی، یه نویسنده عرب از اول کتاب تا آخر کتاب فحش و دشنام بده به ایرانی‌ها، بگه ایرانی‌ها پست‌ترین مردم روی زمین هستن، این کتابو میخونید؟ گفت نه. گفتم اصلا نگاهش میکنید؟ گفت نه. گفتم اگه یه زرینکوب جایی از کتاب، یعنی هم من فصل 4 تمام به دروغا، جعلا، تعریف‌های زرینکوب اختصاص دارم. یه نمونهشو در رابطه با تعریف نصف و نیمه نقل کردن صحبت حاکم سیستان، شما اسم اینو چی میذارید؟ شیادی، فریبکاری، قرض‌ورزی، دروغ. گفت که نه من اسم اینو قرض‌ورزی میذارم. گفتم الحمدلله که شما اینو قبول کردید. متاسفانه وضعیت نشر ما همچین حالتی داره، وضعیت جامعه ما اینجور داره، این همچین وضعیه. متاسفانه افرادی قضاوت میکنن که اصلا صلاحیت ندارن. یادم کتابم همین کتاب 18 ما تو نشر نیموند به دلیل اینکه یک ویراستار که هیچی از تاریخ نمیدونه، ایشون رفته بود کتاب منو پیش آقای همایی که و یه آقایی هم که به اسم آقای محمد دیقانی که مدرکش در رابطه با گل و بلبله، اینا زدن کار ما رو، 18 ما کار ما رو اونجا متوقف کردن. همچین حالتیه وضعیت ما.